ولقد آتینا لقمان الحکمت، یقینا ما داده بودیم به لقمان علیه السلام حکمت یعنی علمی که با عمل ما کم شده بود، یا این قابلیت داده بودیم که هر شی در جای مناسبش استعمال کنه، یا است که اینطور علم داده بودیم که فواید و باریکات اشیا را میدانست. انشکر لله، لقمان حکیم ما ای کرده بودیم، ای توصیه کرده بودیم که انشکر لله، شکر بکش برای الله، به یک الله. مراد از شکر همیسته که نعمت نسبتش به الله تبارک و تعالی بکو و همون نعمت در جای مناسبش استفاده بکو، مثل که وجود الله به ما بخشیده نسبتش به الله میکنیم. نمیگیم که فلانی بچه را سخی صاحب بر ما داده نامش سخی داد بمانیم، فلانی چیسته حسین را دلانه داده نامش حسین داد بمانیم. نه 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 نه، این کار نمیکنیم. شکر نعمتش نسبتش به الله میکنیم و در جای مناسب استفاده از پیش میکنیم. بعد از چی میگه؟ و من یشکر فانما، کسی که عبادت الله را میکنه، عقیده توحید الله را داره، نسبت نعمت را به الله میکنه، فانما یشکر لنفسی، یقینا قدردانی میکنه برای نفسی خود. چرا قدر میده نفسی خود؟ الله او را دوست داره کسی که نعمت را نسبتش به الله میکنه. و من کفر، کسی که ناسپاسی میکنه از نعمت الله، نسبت نعمت به الله نمیکنه، یا است که نسبت نعمت به الله میکنه لیکن در جای مناسب از پیشش استفاده نمیکنه، فان الله، نقصان خودی آدم است. چرا که الله تبارک و تعالی غنی، بی پروا، بی ضرورت، بی حاجت است. حمید، ستوده شده، ستایش از او کرده شده اگر شما ستایش بکنه یا نکنه. الله تبارک و تعالی کامپیوتر برات داد، آل استفاده بکو از این مناسب، کتابا را دش بی تقریرا را دش بشنو. امی قسم لاسپیکر را برات داد، آلی ترجمه قرآن را دش بکو، مسائل دین دش بیان کو. اینی را میگه استفاده مناسب. موبایل یام یک نعمت الله است، آلی در دست تو قرار گرفته، تو باید استفاده درست بکنی. این موبایل تا که ثبت داره، ثبتش برای ثبت گپای خوب باشه، گپای دانشمندا باشه، احادیث باشه، ترجمه قرآن باشه، نکی نعوذ بالله تصویرای ناروا و غلط دیس چی شوه ذخیره کنی، دی گپای موسیقی و گپا را ذخیره کنی. این نعمتای الله است. یا شکرگزاری نعمت الله را میکنی یا نمیکنی. اگر میکنی برای خودت است، اگر نمیکنی الله در عبادت تو نیاز نداره، خود جزا برات میده. و از قال لقمان لابنه، آلی طریق دعوت، آلی دعوت از کجا شروع شوه او چه قسم شروع شوه و اول گپی دعوت کدام است. و از قال، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت لقمان علیه السلام لابنه، برای بچه خود. برمان اشاره کرد که اول دعوت از خودگی شروع میشه. ابراهیم خلیل الله از پدر شروع کرد، لقمان از بچه خود شروع کرد یا نکرد؟ پیغمبر علیه السلام اول دعوت از اقربای خود شروع کرد. در سر صفا برآمد، آواز داد تمام خیل قریش و گفت بعد از او که آیا اگر ما بر شما خبر بدم که دشمن از او طرف آمده نیست، میپذیری نمیپذیری؟ گفت سری تو دروغ مشاهده نکردیم دیگه، تجربه نکردیم. گفت ما از عذاب الله شما را میشنوم، چیستا خبر میدم. که ابو لهب لعین خیست و گفت که تبا لک ای سائر اليوم نعوذ بالله لهذا جمعتنا، تمام روز بری تو علاقت باشه به ما رو جمع کرده بودی کلی روز، نعوذ بالله. قرآن برای ما میگه اول دعوت از خودگی شروع میشه. لقمان علیه السلام به بچه خود میگه. دوم درس برای ما میده اولاد سری پدر و مادر حق داره. یکی خود کفالت است از زندگیشان، لباس، نان، نفقه، تربیه. خو یکی درس عقیدم به اولاد، حق اولاد است که پدر و مادر برش بگوید. و هو یعظه، ای گپا بط دیکتاتوری نمیگه. رای دعوت کدام است؟ حالی نمیگه بچم اینطور بکن، نه. و هو یعظه، این نصیحت میکنه به بسیار آرامی. بچه جان و طور برش میگه یا بنیه ای بچه جانم، نمیگه برش یا بنیه ای بچه گکم. گکش به تصغیر است نه. ای بچه گکم لا تشرک بالله. اولین امر مهم چیست؟ خانواده خود، اولاد خود شرک نگاه کرده. او ما چی میگیم؟ وای بچیم تویزی تا کجا کردی؟ ما قد تو میفهمم که دو پارت میکنم تویزی تا پیدا کن. و بنده که از آقا برات آورده بودم و در پایت که القب و دوره کجا کردی؟ اینه پدرها
اینه پدرها، پدر باشه لا تشرک بالله، شریک جور نکن امرای الله تبارک و تعالی در هیچ چیز، نه در ذات، نه در صفات، نه در فعل. بس اول عقیده. پدر و مادر اولاد خود اول چیزی که توصیه میکنه عقیده صحیح است. شرک نکو. شرک ان الشرک لظلم عظیم. به هر کس که توصیه میکردی مفسدیش هم برش بگو، تاوان و نقصانش هم برش بیان کو. لقمان علیه السلام چی میکنه؟ به بچه خود میگه ان الشرک، یقینا شرک لظلم عظیم، ظلم خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ ظلم است. این ظلم نیست که مخلوق عاجز آدم با کی برابر کنه؟ با ذات قادر توانا و مطلق، با خالق. از این که ظلم دیگه زیاد است. الله اکبر. این اول توصیه کی بود؟ بگه لقمان حکیم. الله در بین آلی ذکر میکنه که مثل که اولاد سری پدر و مادر حق داره، پدر و مادر هم سری اولاد حق داره. چی رقم حق؟ و وصفین الانسان، ما حکم محکم کردیم برای انسان به والده در مورد اطاعت و فرمان برداری پدر و مادرش، که تو باید اطاعت پدر و مادر تا بکنی. باز خصوصا مادر، خصوصا مادر این رقتش بگویه. چرا؟ حملته امه، ورداشته اینمی طفل مادرش، وهنن در حال سستی و کمزوری، در حالت کمزوری و ضعف ایره ورداشته در شکم خود، علا وهن، بالای سستی و کمزوری، بالای سستی و کمزوری. چرا؟ در حالت برداشت طفل در شکم مادر هم مادر کمزور می باشه، ضعیف می باشه، اکثر خود نگاه میکنه، زیاد تیز رفتن نمیتونه، خیز زدن نمیتونه، اکثر از طعامای قوی خود نگاه میکنه. هم باز چیسته؟ باز تولدی از چقدر کمزوری و حالت سخت میه. و فصاله، جدا کردن طفل از شیر فی عامین در 2 سال صورت میگیره. ایام سخت است، چقدر سختی ها را شوار صبح میکنه که او شیر طلب داره، یک چیز بانه میکنه دیگره تا 1 ماه خوی غماره میکشه. این غماره به خاطر چی کشیده بود تو؟ الله برات میگه انشکر لی، که شکرگزاری مرا بکو، قدر نعمت مرا بدان اول مرا. چرا؟ تو هم که پیدا کرده ما کرده. سببی به دنیا آمدن پدر و مادر است، خو لیکن خالق کیست؟ الله. ولی والدی که شکرگزاری برای پدر و مادرتان بکن. قرآن درس میده برای ما. کسی که یک چیز پیدا میکنه و کسی که چیز برات میرسانه، اردوش قابل شکرگزاری و قدر و قیمت است. کسی که برای ما تعلیمات گفته که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است و هم قابل قدر است، ولی کسی که این تعلیمات به ما رسانیده و هم قابل قدر است یا نیست؟ صحابه کرام کلش قابل قدر است، باید ما قدرش بدانیم. از امو خاطر عالمی که برای ما مسئله دین بیان میکنه بالکل قابل قدر است، او ما قدرش میکنیم، بدیش نمیگیم. چرا که الله ما را میگه در مقابل نعمت شکرگزاری بکنیم. الی المصیر، خاص به سوی ما بازگشت شماست. اوجا الله حکم محکم کرد به در مورد پدر و مادر که اطاعت بکنه. چرا که خصوصا مادر به خاطر که تکلیف زیاد او برداشت کرده. لیکن باز چی میگه؟ و این جاهداک، اگر تمام کوشش خود خرج میکنه، تلاش میکنه، محنت میکشه، علا بالای این سخن ان تشرک، که تو شریک جور کنی، بی امرای ما اوتر شریکی که لیس لک، نیست برای تو، بی بالای شریک علم، کدام سند و دلیل هم نداری، هیچ سند و دلیل وجود نداره. او برات میگه که ای بچم آواز بده به آقای پیریت. برادر این خو شریک با الله میشه، چرا اینطور کار بکنم؟ نه، فلا تطعهما، اطاعتشان نکنی. چرا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بله الله دمی حالتم که پدر و مادر مشرک است، نعوذ بالله، چی میگه؟ و صاحبهما، همراهی قطشان بکو، فی دنیا، در دنیا، در کارای دنیا، نه در کارای دین، معروفه، آن چیزی که معروف پسندیده است. در عرف که چقدر قدر و احترام پدر و مادر میشه، نان برش بده، سلام کلام قطش بکو. البته سلام سرش نمیپرتی، مقصد گفتگو مانده نباشی، اینی گپا را قطش بکو. چرا؟ سلام دعاست، دعا به کافر صحیح نیست. ولو که مشرک و کافر هم است، در معاملات دنیا قطش روشی درست داشته باش. حق پدر و مادر الله به کدام اندازه ذکر میکنه، خو لیکن با حق الله شریک است؟
با حق الله که توحید از شریک نیست. میگه که اگر هر قدر کوشش کرد جاهدا که تو اطاعتشانه نکنی. چرا؟ به خاطر که سند و دلیل نیست. حق الله بالاست. فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیلا. خیر من کدام طرف شوم؟ در کدام گر برم؟ پدر و مادر او را اله کنم؟ بله. در موضوع دین آلی بهترین برادر، بهترین خواهر، بهترین شخصی که برای تو نزدیک است کسی است که در عقیده امرای تو شریک است. الله چی میگه؟ واتبع سبیلا، پیروی بکو از رای او کسی که من، کسی که انابه رجوع میکنه الیه بسوی ما، پیدا کنه فرایی که رجوعش طرفیم است، پابند کتاب الله و سنت رسول الله است. قطع از وا همراهی بکو و در نقش قدم از وا روان شو. با موحدین تعلقی تا پیدا بکو. پدر و مادر ولو که پدر و مادر است دیگه خدمتای دنیوی را بکو، خو لیکن در معامله دین خلاص هستند دیگه. ثم الی مرجعکم، باز خاص بسوی ما رجوع شماست. چرا ایره میگه الله؟ به خاطر که بعضی مردم ها میگه وای کی خبر میشه که ما پدر و مادر خوب خدمت کنم، دینش بپذیرم، به خاطر از یا بدعت بکنم، به خاطر از یا شرک بکنم، کی از ما خبر میشه؟ الله میگه ثم الی، باز خاص بسوی ما مرجعکم، بازگشت شماست. فانبئکم، باز خبر میدم شما را بما کنتم تعملون، به سبب آن چیزی که شما انجام داده بوده که در مقابل دین الله، در مقابل عقیده شما وارد ترجیح داده بوده یا نداده بوده، به الله معلوم است. یا بنی، این بخش عقیده بود، بخش عمل. یا بنی، بچگه که ما اقیم الصلاة، اونجا میگه نماز درست بخوانه بچیم، درست برابر کن نماز، رعایت وقتش بکو، جماعتش بکو، سنن و مستحبات و واجباتش بکو، خشوع و خضوعش بکو. اونو رقم نماز. اینجا علی اقامت نماز وقتی میشه که مکمل به نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی شوه؟ برابر شوه. و امر بالمعروف، ایده حق فردی تعلق داشت. نماز حق فردی است. خود تنها نماز آدم بخونه؟ نه. و امر بالمعروف، امر بکو به چیزی که معلوم در دین است، مردم امر بکو به معروف. و نهی عن المنکر، منع بکو از چیزای زشت که در شریعت ناشناسته، معلوم نیسته، بدعت است، مسلم میلاداوری مردم میکشن، منع کو. واصبر علی ما اصابک، مردم خود مقابلت میخیزه که تو امر بالمعروف میکنی، بدعت رد میکنی، دین روز در مقابل ما نخیست. صراحتا میگه مردم گمراه میکنی. مرا میگفت در سری در وقت خطبه مولوی صاحب این سیالونگی اینا میگن واصبر. خمار الله چی میگه؟ واصبر، صبر بکو، علی ما، بالای آن چیزی که اصابک به تو میرسه. خیر است، تکلیف میبینی، مردم تهمت میکنه، مردم بدی تا میگه، خود تو وظیفه و مسئولیتی تا پیش ببر. این ذالک، ای کار کدام کار است؟ خبر داری؟ نتیجه ازی و کدام مستوى قرار داره؟ این ذالک، یقینا قامت نماز، همین چیزی که ذکر شد، امر کردن به معروف، نهی کردن از منکر، صبر کردن بالای تمام مصیبت ها، هر مصیبت که میرسه صبر کردن. این ذالک من عزم الامور، از کارهای معزوم است، یعنی قصد کرده شده است، کارهای ضروری است که هر کس نمیتونه، الله به کسی نصیب میکنه. او هر انسان عزم امور، عزیمت امری که یکی رخصت است، یکی عزیمت است. این امری است که خیلی ضروری است، ساقط نمیشه، یعنی حتما باید انجام داده شود. ولا تسعر خدک، این بیان اخلاق است. اخلاقیات چطور برش تعلیم میده؟ ولا تسعر، کج نکنی، تغییر ندی، خدک، رخساریتا، للناس، برای مردم. وقتی که گپ میزنی لبایت تو بالا، روی تایتور تو بالا نه، او طرف دور داده و گپ میزنی از روی تکبر، که یعنی مخو روی تا نبینم. اینطوری کارا نکن. تغییر ندی چهره تا که بلعجه خیلی خشن قطشان گپ بزنی، نه. ولا تمشی فی الارض مرحا، گشت و گذار نکو در روی زمین مرحا، خرامانی، تکبر آمیز. نه پایچگکای تکشال کدایی. ولی خودی دی بعضی جوانا کسای مویای خود کشال میکنه، گشتن ایطور گشتن میکنه، در موترا بسیار خرامان میگرده. همون طور است یا نه؟ یا خیلی تیز میره یا خیلی سست میره. از او خاطر چیز در پشتی سر بر ما میاد
که چه رقم بگردیم. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، لا یحب، دوست نداره، کل مختال، هر نازنده را که ناز میکنه در گپای خود، در گفتاری خود، در بگوی وضو نشست و برخاستی خود، فخورین که خود ستا است، خود فخر کرده رایسته. الله یارا دوست نداره. وقصد فی مشیک، میانه روی بکو در رفتارید، نه خیلی تیز، یکی مثل بدو باشه، دویدن باشه، و نه خیلی بگوی نرم که تو میگی مریض هستی. اینطوری نباشه. وغضض من صوتک، پست کو، پایین کو از آوازی خود، آواز به اندازه، آن چیزی که ضرورت مجلس است به مو اندازه، خیلی چیغ نزنی. ان انکر الاصوات، یقینا بدترین آوازها، لصوت الحمیر، آوازی چیست؟ مرکب است. مرکب اینطور حیوانی است، دیگه حیوانات در وقت فشار آواز میده، چیسته فریاد میکنه. او مرکب اگر فشار سرش باشه و نباشه یک دفعه انگ میزنه، اوطوری آواز بلند نکو. از همون خاطر که مفسرین در تحت آیت نوشته میکنه کسانی که حلقات ذکر با صدای بلند میکنه این نادرست است، ولو که حلقه ذکر باشه. علتش است که مردم چی میکنه؟ آلی خود ذکرام نیست، در لاسپیکرها میخیزه مدح پیری خدا میکنه که پیر اینطور است و که پیر اینطور است. نه سبحان الله است، نه الحمدلله. او یا مست میباشه، سر گاهی اون طرف میپرته، بگوی گاهی اون طرف میپرته، نیشه میباشن، لنگی یک طرف قلاج میشه، میخیزن های هوی شروع میکنن. این در دین نیست، این خلاف دین است و اینطوری روش ها در دین قطعا سند و دلیل نداره، بعزتی در دین نیست. الم تروا ان الله سخر لكم، اینمی وصایای لقمان بود که برای اولاد خود کرده بود. آداب دعوت شد، از خود شروع کو، اول از عقیده شروع کو، کلی مسائل به مردم بیان کو، تنهایی طور نمیشه که اینی کار بکو و اینی کار نکو. و معلوم شد که موضوع رد شرک تنها مسئله انبیاء علیهم السلام نبود، حکما هم در مورد رد شرک بسیار اهتمام داده، اولاد خود توصیه کرده. الم تروا ان الله، آیا شما نمیبینی ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، سخره رام ساخته، در کاری شما موظف ساخته، لکم برای شما، آن چیزی که فی السماوات در آسمان است، و ما فی الارض آن چیزی که در روی زمین است، و اسبغه مکمل کرده، پوره کرده، علیکم بالای شما، نعمه نعمتای خود ظاهرتا که آشکار است، هر کس و ناکس او را میفهمه میدانه که نعمت است، و باطنتا و نعمتایی که در باطن است که به غور و فکر ضرورت داره که آدم یک کمی فکر بکنه میدانه که نعمت است، مثل نعمت علم، نعمت عقیده. این نعمت ها نعمت های باطنی است. او این چیزایی که در جسم خود میبینیم، صورتی خوب و قوتی خوب و بگوی قواره و قیافه خوب و جسم خوب و صحتمند، همین قسم مال و دارایی که است، یار نعمت های چی؟ ظاهری میگه. الله کلش برای ما داده. سر انسان چقدر نعمت الله در آسمان و در زمین کلش برای کی پیدا کرده؟ مسخر برای انسان کرده.